سلام دوستان، این فیلم رو برای آشنایی شما با یخچال فریزر سامسونگ گرفتم که اینا سیم درین هم دارن. ببینید الان این درینش گرفته و یخ اون پایین پر شده و وقتی یخ پر میشه احتمال داره آب بیاد کف خود یخچال یا اینکه سرمایش یه مقدار کمتر بشه. اینجا سمت راست الان بهتون نشون میدم که یه دونه ترموفیوز داره و این ترموفیوز خب همونجوری که تا جلسات قبلی گفتم خدمتتون باید تست بوق ازش بگیریم. وقتی بوق بزنه یعنی اینکه سالم هستش. خدمتتون عرض کردم این بیشتر برای آشنایی با یخچال فریزر سامسونگ هستش. سیکل این یخچالم اول ارزم خدمت شما که لوله میان سمت یخچال و از سمت یخچال میره فریزر و برگشت میخوره به ارزم خدمت شما که کمپرسور. اینم المنت اصلی خودش هستش که دارم میگیرم. اگه نگاه کنید داره اوم نشون میده، 199 اوم داره نشون میده. ارزم خدمت شما این سوکتی که هستش اینجا برای المنت کف هستش، المنت درین هستش که خود شرکت قرار داده و المنت درینش ارزم خدمت شما که سیمی هستش. المنت درین رو چک کردم و اوهمی نشون نمیداد. معمولا المنت های سیمی کیلو اوهم نشون میدن، یه حدود 1 کیلو اوهم تا 10 کیلو اوهم و ارزم خدمت شما که فویلیا هستن نشون میدن. ولی معمولا اوهم وقتی نشون بدن یعنی سالم هستن، یعنی که میتونید بزنید تو برق، اگه گرم شدن یعنی اوکی هستن. سعی کنید جلسات قبلی رو نگاه کنید ببینید من المنت سیمی رو ورقش رو در آوردم و یه زرورق زدم دورش و عرضم خدمت شما که کاری کردم که با المنت اصلی خودش هیچ برخوردی نداشته باشه. دقیقا همینجوری قرار بدید که عرضم خدمت شما که بعدا به مشکل نخورید. خیلی ها هستن همین المنت درین رو وصل میکنن، آویزون میذارن و خطرناک هستش. ببینید رد کردم و سرش هم سر سیما رو از یه مقدار اندازه 4-5 سانت کردم داخل سوراخ درین و سیماشو در آوردم رسوندم به این سوکت خودش و سوکت خودش قیچی کردم. ارزم خدمت شما که زدم به این سیم المنت درینی که جدید قرار دادم. سنسورش هم من عوض کردم. من معمولا یخچالایی که 7-10 سال کار میکنن حتما سنسورهای دیفراست، سنسورهای محیطی رو عوض میکنم و در قاب که پیچی هستش بستم. اینم سمت یخچال هستش، 2 تا پیچ داره رو کول باکسش که این 2 تا پیچو وقتی باز کنید کول باکس به صورت کشویی میاد بیرون. اینم سوکت پشت خود کول باکس هستش که خیلی با احتیاط درش بیارید. این پیچا 4 تا پیچ داره که باز کنید ببینید این هم جای ارزم خدمت شما که بوگیرش هستش. اینم برای آب سرد کنه یخچال هستش که اندازه 3 تا 4 تا لیوان داخلش آب جمع میشه و خنک میشه. اول باید اینو در بیارید و 2 تا پیچ که پشتش هستن رو بتونید بازش کنید تا بتونید درب اواپراتور رو کامل درش بیارید. اینجا سنسور دیفراست قرار داره که من سنسور دیفراستش هم عوض میکنم. تمام قطعات اینجا رو من چک کردم، حتی سنسورها رو با اون حال عوضش کردم. المنت درین هم چک کردم سالم بودش، فقط بیشتر برای آشناییتون گرفتم که شما ببینید. المنت درین الان در میارم و چکش میکنم. ببینید تقریبا نزدیک به 2 کیلو اوم داره نشون میده که المنت درینش هم سالم هستش. گفتم خدمتتون میتونید حتی تو برق بزنیش و تستش کنید. المنت درینش دیده نمیشه چون از پشت ارزم خدمت شما که ورق رفته. اینا هم خالی هستن، خالیشو در بیارید. یه دونه بالا ارزم خدمت شما که یه دونه سنسور محیطی داره که حتما سنسور محیطیش هم عوض کنید. میگم یخچالی که 10 سال کار میکنه سعی کنید سنسورش رو عوض کنید. اینم در با اپراتور رو بستم، قطعاتش رو چک کردم. ارزم خدمت شما که اینم
سمت یخسازش هم یه دونه اینجا سنسور محیطی داره که همین پیچشو باز کنید سنسور محیطی میتونید در بیارید و با وارنیش ببندید سر جای خودش. دیگه احتیاج نداره کامل پایین یخساز و موتور یخساز رو باز کنید. من رفع اشغال گرفتم، دوستان خیلی اصرار کرده بودن. 2 تا پیچ داره بالا که یخسازش باز میشه به صورت کشویی، 2 تا پیچ در بیاره به صورت کشویی در میاد.